یه شیرینی با چند تا اسم مختلف، هر اسمی که روش بذارین و هر اسمی که صداش کنید طعمش بی‌نظیره، خصوصا اگه خونگی باشه. برای درست کردن این شیرینی خوشمزه اول پودر قند و با کره مخلوط میکنم. به جای کره از روغن جامد هم میتونید استفاده کنید، ولی خب شیرینی با کره خوشمزه تر میشه. پودر قند و کره من اول با لیسک هم میزنم که وقتی با همزن برقی دارم هم میزنم پودر قند به اطراف پرتاب نشه. یه نکته ایرم بگم، من مثل همیشه اندازه دقیق مواد رو براتون داخل دیسکریپشن مینویسم، پس دیسکریپشن رو خوب بخونید. وقتی پودر قند و کره با هم خوب مخلوط شدن، من یک کوچولو پودر هل اضافه میکنم. شما میتونید به جای پودر هل از وانیل هم استفاده کنید و بعد حسابی با همزن برقی همش میزنم تا رنگش روشن بشه و حجیم بشه و بعد زرده تخم مرغ رو بهش اضافه میکنم. با سفیده هاش هم میتونید نارگیلی یا شیرینی گردویی درست کنید که لینکش رو واسهتون میذارم. برای خوش رنگ تر شدن شیرینی من بهش عسل اضافه میکنم. به جای عسل از شربت بر هم میتونید استفاده کنید و دوباره با همزن برقی همش میزنم. آرد رو هم طی چند مرحله به مایع شیرینی اضافه می کنم و اول با همزن برقی هم میزنم و بعد دیگه مایع شیرینی با همزن هم نمیخوره و باید خمیر شیرینی رو با نوک انگشتا جمعش کنیم. آرد رو باید با احتیاط به مایع شیرینی اضافه کنیم و شیرینی رو نباید ورز بدیم به هیچ عنوان، چون شیرینی به روغن میفته و بعد داخل فرش شیرینی خشک و بیسکویتی میشه. تو این مرحله من آرد دستور رو بهش اضافه کردم و با نوک انگشتام خمیر رو جمع کردم. ولی خمیرم باز نرم و خیلی چسبنده است، پس 2 قاشق غذاخوری دیگه بهش آرد اضافه کردم، یعنی آردی بیشتر از آرد دستور بهش اضافه کردم. اگر تو این مرحله احساس کردین که خمیرتون خشکه، بهش با احتیاط 1-2 قاشق شیر اضافه کنید. اگرم خیلی نرم بود و چسبنده بود مثل من، بهش 2 قاشق دیگه آرد اضافه کنید. این یه نکته مهمه که خمیرتون همینقدر نرم و لطیف بشه. و بعد خمیر رو داخل پلاستیک فریزر میذارم، اونو به مدت 1 ساعت داخل یخچال قرار میدم تا خمیر استراحت کنه. خمیر شیرینی بعد از 1 ساعت استراحت داخل یخچال ممکنه سفت و شکننده به نظر برسه، ولی وقتی ازش مقدار جدا کنیم و بین 2 تا انگشتمون خمیر رو فشار بدیم، گرمای دستمون باعث میشه خمیر کاملا نرم و لطیف بشه و بعد اون رو بین 2 تا پلاستیک فریزر باز میکنیم به قطر دلخواه. فقط خیلی کلفت و خیلی نازک بازش نکنیم و بعد با کاتر قالب میزنم. من از کاتر گرد استفاده کردم و میتونید با یه کاتر دیگه یا سر ماسوره یا هر وسیله دیگه ای که گرد باشه یا کاتر شکلی مثل من از کاتر قلب استفاده کنید و نصف شیرینی ها رو سوراخ کنید. تو این حالت بیریلو یا مرمولادی که داریم ازش استفاده میکنیم مشخص میشه به خاطر اون کاتری که وسط شیرینی زدیم. من اینجا دارم از یک کاتر دیگه استفاده میکنم و نمیخوام وسط شیرینی رو کاتر بزنم، یعنی هم شیرینی و هم قسمتی که روی شیرینی میمونه کاملا یه شکل باشه. حالا شیرینی ها رو داخل فر از قبل گرم شده
با دمای 170 درجه قرار میدیم. به مدت تقریبا 1 ربع. شیرینی ها بعد از 1 ربع پخته. خیلی نباید بذاریم شیرینی تغییر رنگ بده، همین که زیر شیرینی ها تغییر رنگ داد کفایت میکنه. بعد اینکه شیرینی ها خنک شدن، بین شیرینی ها رو مارمالاد یا بریلو میذاریم. من از مارمالاد سیب که خودم پختم دارم استفاده میکنم. فشارش هم میدیم که خوب کیپ بشه، فقط خیلی فشار ندیم که شیرینی بشکنه. ما هر جور که دوست دارید میتونید شیرینی ها رو تزیین کنید. من عسل روون شده رو با برس روی شیرینی ها زدم و شیرینی ها رو تو ترایفل و پودر نارگیل زدم. شما میتونید داخل پودر پسته یا کنجد هم بزنید یا با شکلات آب شده تزیینش کنید. به همین راحتی یه شیرینی خوشمزه و خوشگل خونگی داریم. حتما امتحانش کنید که مطمئنم خوشتون میاد. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک و کانالم رو سابسکرایب کنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.